خداوند ملائکه حضرت عزرائیل گفت که کی گو خندیدی، کی گریه کردی، کی ترسیدی. گفت یک روز گفتی که برو اون فلانی را پیش خوی افضل بکساز میکنه کن دکانی سپاج نگذار برای گفت امورا جان شبیگی میگم اومدم گفتم جان شب میگیرم که سنی سپاج نگذاری که همین توفلی مرا هم خیلی بزرگی 2 سال دیگه ببره و خندیدم گفتم بازی من باید 10 minut بعد جان شب میگیرم این گذاری ها گفت کی گفت گریه کردی. گفت یا زنه که گفتی برای در دوری جنگل هیچ کنیست جان شب کودک میبرویه همین سری فرزند بگیریش. خداوند به هر راه میگیره که حضرت حضرت گفت خدا من چه جانی باند دورا میگیرم. گفت ما اورا خودم توری میگیرم یا چه به اولی یا چه به سری فرزند یا چه به کسلی دیل هم خیلی وایت نمیبینم. ها حالا میگه اومد دو زنه که در درونی میگه مزار میگه جان شگیرفت تو گریه که کودک گریه داره هیچ کنیست. گفتم ای خدا جان اینا ما جان شبی کودک کینی گم میکرده باشه سرپرست گریه کردم. میگه گفتم این کودک گریه داره لیچ و چه جون شگیرفت هیچ کنیست که او را بیارنگی ما اوگلی در دورین جنگل کلان میشه. گفت هیچ کنیست که او را دیگه نگاه کنه. بعد گفت کی ترسیدی؟ گفتی که برای اون فلان عالی ما جان شبی رفتم گفت پیش خونش ای دوری خونش یا نور بر اومد همین ترسیدم من این دوستی خدا را چخیل جان شبی گیرم. گفتم اگه یکی مرا خدا بپرسه که تو چرا رفتی دوستی مرا خیلی جان شب خدا میگه که همو عالم همو کودکی بود که در دورین جنگل تولد چی همو را ما به هیچ کس سرپرستش نبودم. ما کلامش کردم رزق دادم ها ما نگاهش کردم. برای همین هیچ وقت ای چی نترسین که فرزند شوا ایره چخلی نون میتو یا که من برام اورا پیش تقام برام پول بپرسم یک جا چی بشم یا که من یاردم کنم پولم کم میشه. میگه این فکر نکن. رسول خدا میگه که انفق علیک انفاق که میگه از جانب غیر میگه انفاق کرده میشه یعنی پر میکنم جوشه. میگه فکر نکن که او را دادی تو کم میشه من جوی را 700 برابر پر میکنم. مروز وسدیانده قرآن عظیم شاه میگه بسم الله الرحمن الرحیم و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوا عند الله هو خیر و اعظم اجرا. ای کسانی که پیش مردتون یک خیر احسان کنی خدا برکت دهینه. خانه منو چرا و پدر مادر شکی در این ماه مولود در این ماه شریف خیر احسان کرد. گفتن در ماه مولود چیکار کنیم؟ گفت خیر احسان کنید، صدقه کنید، خشتبور را فیراد کنید، صله رحمی را بجو برید، امر معروف ذکر آیات قرآن خوانده شود و بهترین خانه اسلام بشه. 18000 ملائکه می اومده بود همینجا تماشا میکرده صاحبای همین خانه را. بعد کسی همینجا شتگه طلب آموزش میکرده خدا همین صاحبای خانه را و صاحبای سفره را کسی در همین دسترخوان مالی مادی فکری جسمی خدمت کرده خدا نگهدارش گفت ببخشون. بعد میرفته خدا که میدونه که جدا بودن. بعد میگه جدا بودین گفته خانه منو چه شوند. اگه فهمیدین که وجا گفت که همجا هم لو اومده هم خیلی شتیم. بعد گفت شما اگه فهمیدین که وجا هم لو اومده کش مویل میگم یا نمیدونیم. گفت خدا جان ما ای پیغمبر شنیده که در جایی که بسم الله الرحمن الرحیم شاید امری معروف شود ایامو خانه نور میبره آسمان جهان نورانی تجلی میته ما دنبال همون نور میریم صاحب همون خانه را میویم. بعد میگه چی بگفتم؟ گفت همونجا یک ملو اومده میگه که کسی که خیر احسان میکنه جنت میگه. جنت دیدین؟ گفت نه. گفت اگر میدیدن چی؟ گفت میدیدن دیگه. گفت بس نمیکردن. گفت با چی میگفتن؟ گفت خدا بزرگه. گفت بزرگی مرا دیدین؟ گفت نه. گفت اگر میدیدن چی؟ گفت میدیدن سرشون از سجده نمیبردن. گفت دوزخ رفتن عذاب. گفت دوزخ دیدین؟ گفت نه. گفت اگر میدیدن چی؟ گفت میدیدن. گفت ای گریه بس نمیکردن. بعد خداوند خیلی میگه شما ملائکه چند نفر بودین؟ میگه 18000. شاهد باشین همون خونه که شما رفتین اول صاحبای همون خونه را هر کسی هسته خانواده عظیم بعد کسی در همون محفل در همون مجلس شرکت کرد امر معروف را گوش کردن همه همون را شما شاهد باشین من بخشیدم شما. بعد میگه که ای خدا جان اونجا نه که یک کسی دیگه امر معروف نمیاد کلیتای ماشین اومد که بیا پایین ماشین تبریکی که من بگذارم او واپس برای امر معروف گفت او را هم بخشید. و یا دیگر شما گفت هی در لیفوی نشده سه بیا در اوی که گفت او اصلا نمیفهمیجه گفت او را هم بخشیدم کسی همون خانه در قدممون بخشیدم. خدای تعالی شما را دوست می‌داره اومده این خیلی محفل نصیبتون کرده. با 70000 رحمت نگاه میکنه که تو بعد یک کس آوبتی یک کاری خیر کنی حج کنی نماز بخونی ها با 70000 رحمت نگاه میکنه. بعد طرف ای پروردگار تیز بگیریش میگفته یا عذاب بدروی اون ملائکه تیز میده دو تا ملائکه منکر و نکیر. روز یه حدیث خونم سکارش شما میدونید چی بوده رنگی میکه کو آوازی همون میگه رنگی چیزایی که حدیث تفسیر میکنه میگه آوازش مثل همون چیزایی که بلند میروند تیز سرعت چون بلندن آواز میک با تیز استربیتل با تیز زمین هم خیلی آواز قطع میومده. وقتی که مدام میموندن 7 قدم ایست میرفته همین خیلی تیز میومدن ملا هم آواز میفهمیده که
ها یک وقت دولنگ با پیش میگذاره کو میگه چی بود همیشه اومده سه میگه 7 قدم ایست اومدیم ملائکه میگه السلام علیکم منوشیر سلام علیکم مولوی من دینو که من نبیو که من رسولو که ها دین چیه پیغمبرت که خدای تو کیه کو که سوال جواب بگو این قدر دادیم خوردی گشت یک وقت چی بعد میگه چیکار میکنیم بعد میگه صندوق خیریت موندگی صندوق بدیوت این میکنی که یک کسا پیاله چای داده یک کسا کوشا بود کرده یک کسا راه پولیش داده یک کسا توی کرده یک کسا صغیره را سرش یتیم سرش همون خونه‌اش داده چیزی داده کامپیوترش خریده یک چیز داده همه نیکیات از پدر روش خوبه پدر خسته مادر خدمت کرده خش تبوری کرده چیزی یک نماز روزه چیزی کار کرده است صندوق بدیوت توی میکنن یک کسا کیدت کرده یک کسا فریب کرده یک کسا سجده کلو موندی موش بولو کشیدی هیله کردی یک کس آبرو عزت چبردی ایره با این جنگ دختی او را رفتی در پیش او موتیت کردی ایره چی کردی آبرو همش هست یک کسی هم مش زده یک کسی مرا دیورستا کردی پولش گرفتی ها یک کسی هم خیلی نگل فهم کردی در یک کسی که همین خشم پولش هم بگیریم همه او هست بیروزه نموزی که جدا چیکار کردی من میگه که خداوند که نگه که ما ترازل کردم اکا میره در ترازو مونه کدومش که همین صندوق وزمینه سینی جنت نیکی اگر وزین باشن جمع خون سینی گیجو جنت یکی بدیوت باشن بعد اونجا میفته آب با یک شانسی دیگه هم فته میرم اگر چیزی میگه دیگه میگه وقت چشید اوچ برای نماز را بخونین نماز را خلاصه همین امر معروف هدف و مقصدی بنده سخنرانی نیست خودنمایی نیست شهرت پیدا کردن نیست هدف مقصدی بنده همینه که بله و انی ولا و ای رسول خدا گفت یک آیت هم که ما شنویدی مولایی به دیگرو برسون ما یک مسئولی سختم فردا از ما سپراسی سخت میشه که مطرح خواندم مطرح عالم کردم چرا در منطقه منوچهرشون رفتی همینجا نفهموندی که نماز چیه اول معلم درس میته بعد امتحان میگیره تا درس نته ما یک پلیتکنیک استودا میخوندیم هفته دراجی تام کردگی ما سال چی مد خوندیم وقتی که مد رو اومدیم چی بلد که او سوال نیسته ولی درس نخوندیم هم که طلبای زرنگ بودن که استاد میگفتن که ما درس نخوندیم چی مورا این سوال میتی نمیدونم خداوندم کو اول پیغمبر رو روی کرد قرآن عظیم شان رو روی کرد بعد پیغمبر حدیث رو روی کرد بعد پیغمبر پلیسای پیغمبر العلماء ورثه الانبیا یورا ولی کرد هر منطقه دمون اگه ما تو منو چجون با اونا گفته نمیتونیم ای ندونستم نفهمیدم میگه چه ندونستی تو یا نجی مخوام در پیش 82 تا مسجد بود اونجا مدرسه بود اونجا نقلی اینترنت بود همه چی در اینترنت برو اومده بود چرا سوال نکردی ذکر نایک همش میگه چی با اونها نپرسیدی ها بعد معلم اینا نمیدونم میگه درس چی نمیومدی خب بعد چی میگم درس چی بود خو چیزو دا اشتراک نکردی چی میگن درس رو ما یادم بلونی لیسه لکسه دا نبودی لکسه چی نکردی ها یا خب معلم داشتیم اگر چی نمیکردی اوبشتتر تبیر اگر اوبشتتر کانسپکت داشت میگیرم قبول میکرد سچو تمام یکی اوبشتتر نداشتی که از اون سال به جز یکم گفت بیروز گفت سال 82 90 تمام کردیم اون سال معلمو همین خیلی چی بود کی ها قدر چی بدن برای همین این همی شاهدی میتفرد روز قیامت نمیخونه منوچهر چون که من شما را گفتم این نمازاتون رو بخونین خدمت پدر مادر کنین با خدا شریک نیارین حرام نخورین راست گپ حق بگین هر وقتی که از دنیا رفتین با سر بلند میرین